دوستای عزیز، ما کنار همدیگر هستیم چون یک دست صدا نداره و این لطف و مهربانی شما هموطنان عزیز و افغان‌هایی که خارج از افغانستان هستند ولی قلب شما به افغانستان است و قلب شما به هموطنانی که در دیار غربت هست و دوباره برمیگرده به وطن. ما امروز قراره که باز هم به سلسله توضیحاتی که کمک‌های نقدی که توضیح داریم قرار است که امروز هم پول نقد ببریم به هموطنان عزیز خود و بتونیم تعداد زیادتر از خانواده‌ها تحت پوشش بگیریم. دوستای گرامی، باز هم از شما تقاضا دارم که در این کمپاین بپیوندین و هر اندازه‌ای که توان دارین از یک افغانی، از یک یورو، از $1 هر چی که کمک کنین. واقعا به بیرون 44 درجه گرمی هوا، یعنی فکر بکنین که خانواده ها و هموطنان ما و شما در زیر گرمی آفتاب قرار داره، شاید کرایه خور نداشته باشه، برای شاید همین کولر شاید به موارد بهداشتی به خود مصرف کنه، شاید به غذا و آب مصرف کنه. ما لازم دیدیم که پول نقد بدین به عوض اینکه یا غذا بدین یا پوشاک یا موارد بهداشتی بدین، ولی به نظر میاد که پول نقد میتونه مشکل از هموطنان ما را حل بسازه. و جای داره تشکر بکنیم از خواهر گرامی ما زهرا جان و حسین آقا جان و همچنان لالا ظریف احمد جان گل که در این کارهای خیر دوستا خود تشویق کردن و یک تیم شدن، متحد شدن، با هم دیگر شدن و بتونستیم که تعداد زیادی از هموطنان را کمک بکنیم.